خواهرها و برادرها عزیز، بزرگان عزیز، من امروز پیامی به امریکا دارم. پیامی است که ملت افغانستان دوستی خود با شما ثابت کرد. امروز جرگه ما اعلان کرد که برتان پایگاه میدیم و اظهار دوستی کرد و با همراهتان قرارداد بست. مردم یک ولایت با بامیان گفتن برای ما هم بیارن. این علاقه‌مندی و دوستی را نشان میده، نیت نیک ملت افغانستان نشان میده. ما ملت غریب و بیچاره هستیم، سالها زیر پای شدیم، حوصله جنجال تا قیامت نداریم. آرزوی ما است که در نتیجه این قرارداد که ما با امریکا میدیم، امریکا و متحدین غربیش با ما صادق باشن و این قرارداد در صداقت تطبیق کنند. این پیام از طریق سفیرشان به ملت امریکا